با عرض سلام و درود، ادب و احترام به همه شما همراهان بی‌نهایت عزیز و بسیار ارجمند. امیدواریم همگی در این روزها خوب و سلامت و سریحال هستید. برنامه امروز ما را با چند بیت ناب و بسیار زیبای علامه محمد اقبال لاهوری آغاز میکنیم. علامه محمد اقبال میگوید: چون شود اندیشه قوم خراب، چون شود اندیشه قوم خراب، ناسره گردد به دستش سیم ناب. میگرد اندر سینه اش قلبی سلیم، در نگاه او کج آید مستقیم. برکران از حرب و ضرب کائنات، چشم او اندر سکون بیند حیات. پس نخستین بایدش تطهیر فکر، بعد از آن آسان شود تعمیر فکر. ببینید که محمد اقبال میگوید پس نخستین بایدش تطهیر فکر، بعد از آن آسان شود تعمیر فکر. تطهیر عزیزان دل یعنی تازه کردن مغز، تازه کردن فکر، پاک کردن از همه گونه اندیشه های خراب. یعنی اول فکر را باید تطهیر کرد و پس از آن فکر را تعمیر کرد. یعنی پس از تازه کردن فکر تعمیر می شود و تا زمانی که فکر ما تازه و پاک نباشد، فکر سالم و سلیم به وجود نمی آید. به همین خاطر ما برنامه امروزه را تنها به خاطر تعمیر فکر آماده کردیم که تا اینکه فکر شما برای تغییر زندگی درست باشد و بتوانید یک قدمی تازه به پیش بگذارید. و تا دوام این برنامه با ما باشید و باوری داریم که چند فکت و دلیل جالبی را برای شما پیشکش میکنیم. در دوام این برنامه ما میخواهیم با 12 راه برای به دست آوردن ثروت و موفقیت با شما صحبت کنیم. هوش و استعداد و جذابیت عزیزان واقعیت‌های خیلی خوبه هستند، اما بیشتر این موردها نیستند که افراد موفق و ثروتمند را از دیگران جدا می‌کند. موفقیت شانس نیست و ثروت نیز تصادفاً به دست نمی آید. افرادی که به موفقیت و ثروت دست می‌یابند عادت‌هایی دارند که بازده و بهره‌وریشان را افزایش می‌دهند. توماس کارلی در کتاب به عنوان عادت روزانه افراد ثروتمند برای موفقیت به عادت‌هایی می‌پردازد که داراها را از نادار یعنی فقیرها جدا می‌کند. در این نوار شما با 12 تا از این عادت‌ها برای به دست آوردن ثروت و موفقیت آشنا می‌شوید. شاید شما نیز به این فکر کرده باشید که چرا اکثر مردم زندگیشان را روی حالت پرواز خودکار یعنی اتوپیلوت گذاشتند و لحظه شبه نمی کنند تا الگوهای هر روزشان را بازنگری کنند. خوب، کارل برای موفقیت به طور خلاصه بررسی میکند که اگر شما نیز به این موردها عمل نمی کنید، پس با اندازه که واقعا در توانتان هست پول به دست نمی آورد. یکم او میگوید ایجاد عادتهای خوب روزانه را باید شما تنظیم کنید. یعنی عادتهای خوب پایه و اساس برای بنای ثروت هستند. تفاوت بین افراد موفق و ناموفق در عادتهای روزانه آنهاست. به عباره ساده‌تر، افراد موفق عادتهای خوبی زیاده و عادتهای بدی کمی دارند. اگر متوجه شوید که عادتهای بدتان از ثروتمند شدنتان پیشگیری میکنند، یعنی پیش هستند، زیاد هستند، پس قدم اول را برای بهبودی شرایطتان برداشتید. کارلی در کتابش از شما میخواهد که یک ورق کاغذ بردارید و عادتهای بدتان را در روی یک ستون آن بنویسید. سپس آنها را طور تغییر دهید که با عادتهای خوب تبدیل شوند. به شکل زیر و یا به این مانند که عادتهای خوب یعنی خودم را محدود میکنم که فقط روز 1 ساعت تلویزیون نگاه کنم. نامه ها را یادداشت میکنم و به خاطر میسپارم. عادتهای بد یعنی در سنی عادتهای بد بنویسین که زیاد تلویزیون نگاه میکنم، نام افراد را فراموش میکنم. سپس برای 30 روز راهنمایی های فهرست عادتهای خوب و نوتان را دنبال کنید. مطمئن باشید
از این که میتواند تا چه حد خوب باشد شگفت زده خواهد شد. دوم، هدف گذاری های منظم و بردوام. یعنی این را میگن هدف گذاری. افراد موفق از هدفهایشان انگیزه میگیرند. آنها همیشه هدف سازی میکنند. شب قبل از خواب روزی فردا را یعنی پگاه را و فهرستی کارهایی که باید انجام دهند برنامه ریزی میکنند. افرادی که به سمت موفقیت در حرکتند خیلی دور را فکر میکنند. آنها هدفهای روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه دارند. اما هدف بدون برنامه برای رسیدن به آن به چه دردی میخورد؟ در نتیجه افراد موفق نه تنها هدف دارند بلکه روش‌های برای رسیدن به هدفهایشان نیز پیدا میکنند و خودشان را وادار به انجام آن میکنند. سوم، رشد فردی روزانه. یعنی این را رشد فردی میگویند. افراد موفق میگویند همیشه به دنبال راه‌های برای رشد و تفسیح خودشان هستند. هر روز مطالعه میکنند و در کسب خودشان مانند دانشجویان رفتار میکنند. همیشه وقتشان را صرف فعالیت‌هایی میکنند که آنها را به هدف‌هایشان نزدیکتر میکند. راه‌های را بیابید تا دانشتان را گسترش دهید. این همیشه آسان نیست، اما افراد در مواجهه با عامل‌های رشد میکنند که آنها را به رشد بکشند. هنگامی که دانشتان افزایش یابد، فرصت‌ها خودشان ظاهر میشوند. چهارم، مراقبت منظم و سلامتی فردی. افراد موفق عزیزان هر روز و همیشه تلاش میکنند که تغذیه سالم داشته باشند و ورزش کنند. تغذیه صحیح یعنی خوراک بیشترین اهمیت را دارد. ورزش روزانه نیز میتواند به یک عادت منظم تبدیل شود. درست مانند دسترو شستن. افرادی که هر روز ورزش میکنند انرژی بیشتری برای انجام کارها دارند. وضعیت شما در این مورد عزیزان چگونه است؟ حتما پاسخ گویید. پنجم، وقت گذاشتن برای ایجاد ارتباط. یعنی ایجاد ارتباط را برقرار کردن. افراد موفق افراد اجتماعی هستند. آنها در طول روز زمان را صرف تقویت پیوندهای دوستانشان میکنند و با دیگران رابطه دراز مدت برقرار میکنند. آنها با آشناهایشان ارتباط برقرار میکنند و راه برای کمک به آنها مییابند. بدون اینکه انتظاری پاداش و منفعت داشته باشند، جمله معروف وجود دارد که زیباترین صدای روی زمین شنیدن نامتان است. پس یادگیری نام تمام افرادی را که ملاقات میکنید جزوی هدفهایتان قرار دهید. آیا وقتی کسی نام شما را به یاد دارد خوشحال نمیشوید؟ افرادی زیادی هستند که خوشحال میشوند. پس متفاوت باشد و نام افراد را به خاطر بسپارید. ششم، این میانه روی در کارها. اگر در فعالیت‌هایتان میانه رو باشد، آنگاه زندگیتان دیگر خواهد شد. این به معنای برابر بودن در کار، خورد و خوراک، ورزش، مصرف نوشیدنی ها، تلویزیون نگاه کردن، استفاده از اینترنت و دیگر کارها است. در نتیجه این کار افراد از همنشینی با شما لذت میبرند. اگر افراد در کنار شما بودن را دوست داشته باشند، آنگاه شما به همکاری با دیگران یا یافتن شریک کاری نو برای تفسیح کسب و کارتان تمایلی بیشتری پیدا خواهید کرد. هفتم، به انجام رسانیدن کارها. این خیلی مهم است. کارهای انجام شده کار امروزه را به فردا نگذارید و همین حالا تمامش کنید. همه افراد ترس‌های دارند، اما افراد موفق ترس‌هایشان را پشت سر می‌گذارند. آنها کارها را به تأخیر نمی‌اندازند و به هر راه کارهای مهم را انجام می‌دهند. کارلی در کتابش میگوید که هنگامی که فکر عقب انداختن کار به ذهنتان میآید، با گفتن جمله همین حال انجامش بده فوراً از ذهنتان بیرونش کنید. اگر ضروری است 100 بار هم که شده این جمله را تکرار کنید، اما تا زمانی که کارتان تمام نشده است از آن دست نکشید.
هشتم، مثبت به نظر رسیدن، یعنی مثبت بودن و یا مثبت ماندن. موفق ترین فرد را که میشناسید در نظر بگیرید. این فرد مثبت است یا منفی؟ به احتمال زیاد او فردی مثبت، مشتاق، پر انرژی و شاد است. چون این فرد تصمیم گرفته است که خوبی ها را در خودش و در دیگران ببیند. برای این شخص مشکلات فقط فرصت هایی هستند که باید کشف شوند. مردم هر روز با اخبار رویدادها و اعمال ناگوار و یا کشتن این یا آن افراد شما را لطمه‌دار میکنند، جهان بینی خاطره شما را. در معرض چنین خبرها قرار نمیدهند افراد موفق خودشان را و در عوض تصمیم میگیرند که ذهنشان را با ایده های مثبت کتاب ها و مجله ها پر کنند تا شنیدن این گونه اخبار. نهم، به طور منظم پسنداز کردن. طبق گفته های کارلی، افراد موفق 10 تا 20% درآمد خالصانه‌شان را پسنداز یا سرمایه گذاری میکنند یا برای بازنشستگیشان برنامه ریزی میکنند. همه افراد توانایی این کار را ندارند، اما مهم این است شما چند فائز معاشتان را کنار میگذارید. دهم، کنار گذاشتن افکار محدود کننده. افراد موفق بر افکار و هیجاناتشان مسلط هستند و به محض اینکه افراد بد وارد ذهنشان میشوند، آنها هر چیزی را که توانایشان را برای موفقیت در وظیفه کنونی به دشواری میکشد از سرشان بیرون میکنند. آنها خودشان را با افکار منفی بند نمی کنند، با خودشان مثبت حرف میزنند و از خودشان خیلی انتقاد نمی کنند. آنها افکار منفی را با اندیشه های خوب جایگزین میکنند. از آنجا که افراد موفق به رشد فردی روزانه متعهدند و همیشه درگیر کارهای مثبت هستند، به خودشان فرصت غرق شدن در احساسات منفی را هیچ وقت و هیچگاه نمیدهند. 11، به اندازه خرج کردن. یعنی افراد ثروتمند از بیهوده خرج کنی خودداری میکنند، اما در این میان افرادی که با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنند، برخی افراد بیش از درآمدشان خرج میکنند. چون این افراد پشت سر هر کار قرض میگیرند. اگر شما نیز این گونه هستید، همین امروز عزمتان را جمع کنید که وضعیتتان را تغییر دهید. 12، این مطالعه روزانه. یعنی افراد موفق روزانه دست کم 30 دقیقه مطالعه میکنند. مطالعه دانش و مهارت شما را افزایش میدهد. هنگامی که مطالعه میکنید بیشتر به دنبال پیشرفت خودتان هستید. پس این کار به طور خودکار شما را از هم قطارانتان جدا میکند و در نتیجه شما برتر از آنها خواهد بود. عزیزان، در این نوار خیلی کوتاه که بسیاری از شما می نویسید که کوتاه برنامه کن و برخی میگه دراز باشد. این درازی و کوتاهی مهم نیست. مهم آن است که شما از این گفته ها چیزی برای خود بگیرید. یعنی ما در این برنامه 12 گویش خیلی کوتاه و فشرده را پیشکش شما کردیم که اقلا از این 12 تا اگر چند تای آنها را برای خود مفید دانید و در حیات عملی کنید، باوری کامل داریم که رشد خواهید کرد. موفق و سربلند بمانید.